ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 15. زردشت، پیامبری آیین راستین. خوشبختانه به شرافت دیگرگونی‌های معنوی و مدنی توجه مردم و بخصوص جوانان رفشندیل نسبت به دوران باستان، نسبت به آنانی که در سرچشمه زندگی نسل کنونی خلق تاجیک قرار داشتند، نسبت به آنانی که گادها و به طور عموم اوستا را به وجود آوردند بیشتر گردید و در دوران صاحب استقلالی دولتی میراث قدیمی از نیاگان به یادگار مانده ما در فرهنگ خودآگاهی ملی ما مقام سزاوار خود را کسب نمود. از مأخذها معلوم می شود که دارای یک ساتراپ آسیایی صغیر به نام کاداتس را از این جهت به جایزه و پاداش مناسب دانست که توانسته بود درختان میوه‌دار آن سوی دریای فرات را در زمین‌های دوردست آسیای خرد پرورش دهد. کسی که زمین‌های خشک را آبیاری می‌کرد از محل دوردست آب نهر جاری می‌ساخت تا 5 نسل از ماریات و باج آزاد می‌گردید. آیین مزد اسنا بیکاران، تنبلان، بیغیرتان و مفتخوران را تنبیه و مذمت کرده آنها را به صف مؤمنان خود شامل نمی سازد. در فرگرد سیوم وندیداد اهورامزدا به پیامبر خود چنین می گوید: اگر کسی در روی زمین با دستی چپ و راست و دستی راست و چپ کشت و کار نکند، زمین به او چنین گوید: تو ای کسی که با دستی چپ و راست و دستی راست و چپ در روی من کار نکردی، تو باید در آینده پشت در دیگران تکیه زده به پا ایستی و روزی خود را از آنان گدایی کنی. خوراکی پسمانده و نانریزه ها که از دهان دیگران افتاده است نصیب تو خواهد شد و از دسترخوان کسانی که در فراوانی و آسایش و خوشی زندگی می کنند چنین چیزی به تو خواهد رسید. بندی 28-29. آیین مزد اسنا بالای 3 ستاره تابناک اخلاق انسانی، پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک استوار است. این 3 سخنی بزرگ که درفش نیاگان ما بوده امروز ما به باد فراموشی سپرده ایم، تقریبا در هر صحیفه اوستا تکرار شده است. این 3 عباره تمام اعمال نیکی را که از طرف پیروان دین در هر جا این 3 عباره تمام اعمال نیکی را که از طرف پیروان دین در هر جا انجام پذیرد به دایره مقدس خود شامل می سازند. موافق دستور دینی هر کسی که در جریان فعالیت خیش این 3 عنصر را راهنمای زندگی خود کرده باشد به گنجینه نتیجه ها و به فیض و برکت خداوندی دست خواهد یافت. پیامبر مزد اسنا چنین می گوید: مردی دانا به گفتاری نیک قناعت نمی کند، بلکه کار و کرداری که از اندیشه نیک
و وهومن برخاسته است انجام می دهد. یسنا حاتی 34 بند 10. پیامبر بزرگ نیاکانمان گذشتگان تا اسلامی ما را به پایه این 3 حقیقت جاویدانه به سوی قله‌های بلندترین انسانی راهنمایی می کرد. درگاه‌ها زردوشت از امتان خود تقاضا می کند که در پندار، گفتار و کردار خود مثل خود اهورامزدا پاک و بی آلایش باشند. او در این باره گفته: از تو می پرسم ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما. همچنان که من از آیین تو پیروی می کنم، آرزو دارم که در هر چیز به تو شباهت داشته باشم و دوستان خود را نیز تعلیم دهم که در اندیشه و گفتار از تو پیروی نمایند و پارسایی را پیشه خود سازند. یسنا حاتی 44 بند 1. هدف زردوشت در آیین مزد یسنا در سطح بلند نجابت و تقدس قرار داشته نیت دارد تمام بشر و هر فرد آن را به سطح بلندترین کمالات و تعقل و تمدن، یعنی تا به آستان پروردگار برساند. در تاریخ بشر آرزوی بزرگترین و خردمندترین نمایندگان جمعیت انسانی چنین بوده است. به یقین نیای ما زردوشت از نخستین آنان بود. تمنا دارم ای مزدا، کسی که راه‌های پاک و پاکیزه نیکوکاری را تعلیم دهد در 2 جهان جسمانی و مینوی به سعادت و نیکبختی نائل گردد. مردی پارسا و سخاوتمند نیکی و نیکوکاری را به خوبی می شناسد و به تو ای مزدا شباهت دارد و به تو می ماند. یسنا حاتی 43 بند 3. انسان مطابق آیین مزد یسنا 2 راه دارد. یکی راه راستی و درستی که مشکل و طاقت فرساست و دیگری مقابل آن است. عقل به انسان برای آن داده شده است که راه درست و عاقلانه را پیش گیرد. کسانی که خرد خبیث و زیشت در آنان نهفته، خشم و خشونت در خود می پرورانند و در برابر کردار نیکی دیگران عملی بد و نکوهیده انجام می دهند و از چنین عمل شاد و خرسند می گردند، این اشخاص به دیو و عفریت یکسان می باشند و از دین و آیین خردی بد و خبیث پیروی می نمایند. یسنا حاتی 49 بند 4. هزار سالها پیشتر پیامبری برگزیده وضع کنونی جامعه ما را پیش بینی کرده در مثال پیشوایان مذاهب دیگر و خاندانهای ثروتمند دوران خود به نسلهای کنونی قوم خود هشدار داده است. نفرین تو ای مزدا به کسانی که مردم را به تباهی راهنمایی می کنند و این عمل را خوب و نیک می شمارند. از آنها هستند کرپنها که مال را نسبت به حق و حقیقت برتری می دهند
و در جستجوی توانایی و زورمندی هستند تا به ارتکاب بدی و زیشتی دست بزنند. یسنا خاطی 32 بندی 12. در دیگر بندهای یسنا آمده است: کسانی هستند که توانایی و قدرت را در راه کسب شهرت به کار میبرند. آنان هستند که جهان را به تباهی میکشند. جز ناله و فغان آدمیان به چیزی نیاز ندارند. این تبهکاران از کیفری جزای سختی که به وسیله تعلیمات ناروا به سوی خود جلب می کنند آگاهی ندارند. تو هستی ای مزدا که از گناهان آنان آگاهی. یسنا حاتی 32 بندهای 7-13. مردانی کر و نابینا که نمی شنوند و نمی بینند دست به دست یکدیگر داده اند تا به کرداری زیشت و پلید خودشان جهان را به ویرانی رسانند. این مردم هنگامی که پس از مرگ به پوری چینوت صراط رسند برای همیشه راه جهانی دوزخ در پیش می گیرند و به ناله و فغان می پردازند. یسنا حاتی 46 بندی 11. یکی از مسائل مهمی که اویستا مکرر تأکید می کند و به خصوص در ترانه های پیامبری بزرگ در گاتها انعکاس خود را یافته است، مسئله عدالت و دادگستری است. کسی که بر رکنهای عمده مذهبی توجه نمی کند و یا بر ضد حیاتی شرافتمندانه هم قومان خود دست درازی می کند از برکات خداوند مستفید نخواهد شد. این به خصوص به پیشوایان و قاضیان و دادگستران تعلق دارد که پیرامونی هر عملی نقض یا بد قضاوت کرده به مردم درسی عدالت می دهند. دادرسی دادگر رتو باید با دروغگوی و بدکردار و یا با راستگوی و نکوکار بر طبق آیین و قانونی که در آغاز جهان وضع شده است رفتار نماید. یسنا حاتی 33 بندی 1. بی‌عدالتی محکمه و نبودن حقانیت قضاوت و قاضی بنیاد جامعه را تخریب کرده باعث گستریش فساد و زیشتی می گردد. قاضی فاسد و خیانت پیشه روح و روان آدمی را به بیماری گرفتار می کند. عدل و داد را چنین قاضی جریحه‌دار جراحتناک می سازد و به اندیشه نیکی وهومن و هشتیم مننگ هو اندیشه بهترین به مشورت نمی پردازد و سپنتماینیو خیردی مقدس را رنج می دهد. یسنا حاتی 49 بندی 2. و زردوشت به خداوند رو آورده آرزوی و آمال خود را در این بابت چنین ابراز می دارد: تمنا دارم ای مزدا
برکات خود را شامل حال قاضی عادل و دادرسی نیکوکار بساز و قاضی خیانت پیشه را به دست دیوی دروج بسپار. دروج، دروغ. دیوی محیب یکی از یاوران نزدیک اهریمن بوده، بعضا خود او با همان نام خطاب می شود. بجوز و هومن امشاسپند آموزگاری دیگر را نمی پذیرم و هر گونه رابطه و دوستی با دروغ پرست را از خود قطع می کنم. یسنا هاتی 49 بندی 3. چون انسان همیشه در فراز و نشیب زندگی سرگردان است، باید چراغ راستی را در اعماق دل خود همیشه روشن و پاکیزه نگاه دارد. طوری که پیشتر ذکر گردید، در آیین مزد یسنا دروغ شدیدترین، بزرگترین و نابخشیدنی ترین گناه انسان است. از زبان چنین پادشاهی بزرگی مثل دارای هخامنشی 522 486 تا میلاد شنیدنی سخنانی زیر که در سنگ نبشته های بهستون مستور است نهایت عبرت بخش می باشد. تو ای کسی که بعدها شاه خواهی شد، مخصوصاً از دروغ بپرهیز. اگر تو را نیز آرزوی آن است که مملکت من پایدار بماند. هر کی دروغ گفت او را به سزای سخت برسان. به یاری اهورامزدا بسا کارهای دیگر نیز به توسط من صورت گرفت که همه آنها در این کتیبه نوشته نشد. به این ملاحظه که بعدها هر کی این را بخواند اعمال من در نظرش گزاف مبالغه نیاید و همه آن را باور کند و دروغ تصور ننماید. اینک آنچه به توسط من انجام گرفت باور کن. اهورامزدا و سایر بغان ایزیدان مرا یاری نمودند، زیرا که نه من و نه خاندان من ستمگر و دروغگو نیستیم. ای کسی که بعد شاه خواهی شد، با آن کسی که دروغگو و ستمکار است دوستی مورز، او را به جزای سخت برسان. جالب است که چنین پادشاهی توانا که امپریای جهانی را زیر تسلط خود دارد، پیرامون یکی از خصوصیت‌های زشت انسانی دروغ چنین ابراز نگرانی کرده دشمنی آشکارای خود را نسبت به آن اعلام می دارد. مطابق اویستا کسی که دروغ به زبان می آورد نه تنها این و آن جهان خود را برباد می دهد، بلکه سخن دروغی به زبان آورده وی به اطرافیان نیز سایه نحس افکنده باعث فلاکت آنان می گردد. جمشید تا زمان پیروزمند و کامگار بود که دروغ به زبان نه آورد و از سیاست دروغین پیروی نکرد. وقتی که چنین کرد نه تنها خود او از زندگی محروم گردید، بلکه سخنان و عملی دروغین وی بر سر مردم ایران شهر سایه نحس و پلیدی افکنده آنها را در طول 1000 سال بنده ضحاکی ستمگر کرد. دروغ در دین اسلام نیز سخت مذمت گردیده مسلمانان وجود آن را سیاهی، تاریکی و سستی ایمان دانستند.
مسئله مهمی دیگری که در اویستا در میان آداب پسندیده و اخلاق حمیده جلب توجه می کند دلیری و رادمردی است. سراسری اویستا و به خصوص یشتها پر از پهلوانی، مردانگی، رزمندگی، شجاعت و دلیری، اسب دوانی و تیراندازی و بیباکی امشاسپندان و فرشتگان، پهلوانان و دلیران است که سر تا پا غرق اسلحه سیمین و زرینند. ولی تیغ برانی مبارزه همه آنان بر ضد دروغ، پلیدی، بی‌عدالتی، زیانآوری و نیروهای دیگری اهریمنی روانه شده است. پیامبر دین چنین ابراز می دارد: وظیفه انسان مبارزه و از زندگی زدودنی زیشتی و پلیدی است. رابیندرانات تاکور درباره چنین خصوصیت مردم آریایی این طور ابراز نظر می کند: آنها می خواستند با قوه منیشی پاک و اعتماد به نفس استقامت جهان را آباد و از نعمت خرداد بهره‌مند شوند تا در جهان دیگر نیز به بخشایش امرداد کامروا گردند. خرداد فرشته سرسبزی، رسایی و کمالات، امرداد فرشته جاویدانگی، بیمرگی. در آیینی که دنیا میدان کارزاری نیکی با بدی خوانده شده، از انسان تقاضا گردیده است که بر ضد بدی و زشتی‌های اهریمنی جوان مردانه مبارزه برد، ناترسی، رشادت، دلیری و بیباکی قدر و منزلتی برازنده داشته است. موافق محتوای اویستا، یک نفر مزدیسنان خوب کسی نیست که تنها از بدی پرهیزد، فقط به تلاوت و عبادت پردازد، بلکه کسی است که به محتاجان و مستمندان کمک کند، آنان را به راه راستی و درستی و زحمت هدایت نماید. هر انسان کامل به خصوص پیروی دین مزدیسنا موظف است که پدری معنوی دیگران باشد، راه درست زندگی را آموزد، راهنمایی کند. زردشت در گاتها میگوید: ای مزدا اهوره، هرگاه اشوان پیروی دینی مزدیسنا و انسانی حقیقت جوی و راست کردار، نیک آگاهی توانایی که خود به درستی زندگی می کند، دروندی خواستار یاری، خواه به فرمان ایزیدی، خواه از همکاری مسئولیت دینی بگر می پذیرد، می تواند با خردمندی خیش او را بیاگاهاند و از گزند و تباهی بیرهاند. حاتی 46 بندی 5. اما اگر آن مردی توانا او را نپذیرد، خود آشکارا به دروندان خواهد پیوست. حاتی 46 بندی 6. یکی از دعاهای مهمترین مزدیسنان که طبق اویستا
پیش از آفرینش جهان و پس از آفرینش امشاسپندان به وجود آمده است، یتا اهو و ایریو نام داشته. نام آن از 3 کلمه اولی دعا گرفته شده است. متن تاجیکی فارسی این دعا در ترجمه دامسترتر چنین صدا می دهد: اراده و خواست خداوند دستور خیر و نیکیست. خیرات بهمن امشاسپند به خاطر اعمال نیکیست که در جهان و در راه مزدا انجام می شود. کسی که مستمند و بینوا را یاری نماید، شهریاری و فیروزی اهورا را در جهان افزون می دارد. میلر، یکی از اوستا شناسان معروف که سالیان عمر خود را به آموزش این آیین مقدس بخشیده است، در این باره چنین نگاشته است: همه آگاهند که اگر از آن پیروی شود، از پندار گفتار و کرداری نیک، جهان از مرگ زشتی و گناه رسته و به زندگی و راستی و درستی راه می یابد. آیینی مزد یسنا آیینی عملی و ساده است که به کار بستنش سبب آبادانی زمین، شادمانی مردمان و گستریش داد و مهر و آزادگی است. آیینی مزد یسنا برخلاف آیین‌های دیگر تقدیر انسان را به دنبال خود نمی کشد، بلکه انسان پیشا پیشی سرنوشت خود حرکت می کند. بیش از پیش او مستقل است تا راه و رویش خود را در جهان مادی و معنوی مشخص نموده، برای فیض و برکت خود و آبادانی این جهان بکوشد و عنایت خداوندی را در جهان سزاوار گردد. آن خلق خوشبخت و جاوید است که با نیاگان خود پیوندی ناگسستنی دارد. آن خلق باز بیشتر سربلند و سرفراز است که در هر موردی سخت و آسان برای مشورت به نیاگان خود رو آورده و همیشه در پی آن باشد که به خزینه پربهای اندوخته گذشتگانش از خود چیز علاوه نماید. خوشبختانه به شرافت دیگرگونی های معنوی و مدنی توجه مردم و به خصوص جوانان روشندیل نسبت به دوران باستان، نسبت به آنانی که در سرچشمه زندگی نسل کنونی خلق تاجیک قرار داشتند، نسبت به آنانی که گاتها و به طور عموم اوستا را به وجود آوردند بیشتر گردید و در دوران صاحب استقلالی دولتی میراث قدیمی از نیاگان به یادگار مانده ما در فرهنگ خود آگاهی ملی ما مقام سزاوار خود را کسب نمود. شما گفتاری 15 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.